برادراش شتر ردیم. این برادرمون خیلی تشکر زیاد که ما حاجی را با اوگشت گفتی گپو با ورسیش بگیم اوگشت کنی آوردی. سلام دوستان عزیز، شما شتر جوشیدنشا و شیرشا خوردنشا دیده اید یا که شیرشا خورده اید؟ کامنتر ادا نویسین، نوارا تا آخر تماشا کنید. یک کوسه زدم خواهید بطور تو این کوسه چو اگر سه کمی خورم شاید که ممکن سرما میشم. بهترین چیزه بچه چی بانم؟ آدم چیزی شیش بار ماشاءالله هم مکسه بعد یاجه نه برداریم. ام گپی چی بدوزی؟ با دستی چپ زمزم میخوام. اینا ماتروز میتیم. ام دستی چپ میای درست؟ این دست چپ. چپ من بخوام. ماترو با دستی چپ میتم. این دستی چیه؟ این دستی راست. بیا اینا ما با دستی چپ تر زمزم میریزم. نمیخرم نیو. نه اول بی. نمیخرم. مالی نخوا. بیست. من تر با دستی چپ زمزم میریزم. راینا. تو با کدوم دست کردگی؟ با دستی راست. ای اوی زمزم بسم الله الرحمن الرحیم بگو بخوا. نه تو با دست چپ ریختی شو. وای پرابلم نیست. پروس اوی زمزم در دستی تا. کو با دست راست بخ دستی راسته یا چپ؟ بود باتر نوارا نشون میتم. ما با دستی چپم تر ریختم. انا نه گوش کن نواری تو معلومه. نه که آدم ایستادگیش معلومه کی فهمیدی برادر کی دستی چپ دیگه های کتفی چپ دیگه های کتفی راست دیگه های. همین حاضی در دست کدام چه؟ ای دستی راست ما. بخ. حاضی گفتی نمیخوام با دستی چپ. تو گفتی بخ. بعد دستی چی خورده؟ بعد دستی راست. بعد انیق. همه نگاه دارم. همه نگاه کنه. بگو بسم الله الرحمن الرحیم که بعد دستی راستم خوردم. بسم الله الرحمن الرحیم که بعد دستی راستم خوردم. اینا برادرها با ما با شما میگم که این تلفن مرا تماشا کنید. من با دست چپ آب ریختم، این با دست راست خورد. سلام علیکم دوستان عزیز. ببینید که چخیل میجوشه شیر من شتره یک کس میخپه و یک کس میجوشه. یعنی گرم این روز با گرم دارم. نه چند کی بخوام. حاجی مازش خیلی دست. الحمدلله. بهترین چیزه بچه چی بانم؟ آدم چیزی شیش بار بعضی هم میگن که هم خیلی دواش گیری برای ضد گپاتیتیس سه بوده. گپاتیتیس سه را میبره. اگر نمود دوای خیلی وجود نداره گپاتیتیس را میبره که به هر حال اینا سرجنبی بسم الله یا بار دیگه با پرش میکنیم ها. چند خیلی ماشاءالله. بیا که ما بود واسه تو. بیا که برز چوت ملا میسا چوت انا اوکی میسا ملا الحمدلله. ای هنجك ما سبحان الله ابي ده چیستی بیا الدلا اینا میش باسه اینا میش باسه اینا یک تا باسه یک تا باسه رفتیم کت جبرین رفتیم اینا برادر بیجا جورای ما رفتیم آناز میریم جورا جاناز میریم اونجا میبینیم از با برای ما عدل نه شیر میگیره که من خودم نوار برداری نمیتونم و با شما نشون میدم. همین وقتی در اومده استروش نباشین که همه شترو قدر آدمگری ندارن یا آدمگری که وحشیت ندارن. سران احتیاط کن خوبه. انا دوستان عزیز شاید که این در بین یا گشتن یک
حیوانات حشرات کون طبخت نکفه. رفتی؟ کجا رفتی؟ از اینجا اوجا رفتی؟ دوستان عزیز دومش مسئول کده رفتم. هجا هیچی با؟ هیچی با؟ اوجا هسته؟ اوجا هسته؟ گل جیما حال جیما که رفتیم اینجا کراچی. باز باشون نشونتون اینجا یک چم تره کبیر کبیری کلغوم نشه. فینیش جایی چی موندگی نیستن. شترچورا تماشا کنیم. ماشاءالله برادران عزیز یک بار دیگه به شما میگیم که ما همچون سیاح در اینجا اشتراک داریم. همچون سیاح یعنی توریست در عمره فکر میکنم که بهترین انشالله این سفر ما سفر زیارتی بود. باز بهترین شد. همراهی من این برادرمون که معلومات پوره را با طرز درستش برای ما و شما پیشنهاد کرد. گفت انا اگر من خودی من میبود با تحت لفظی هر اون چیزی که من میدیدم مقصد شتر سفید است، سفید است، زرد است، زرد است، همین چیزا با شما میگفتم تمام. چطوری که استادمون برادرمون معلومات داد، حدیث آورد که شیر شفا بخش است. الله سبحانه و تعالی هم حتی میتونه ذکر نام ایبیل در ایبیل یا نقه یا جمال در کلمبولای خودش ورده دیگه. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. در همین یک چیوی داره به خودش حکمت‌های داره. این آیات بعضی این که با تفسیر آیات با قول رسول صلی الله علیه و سلم برای همینم. اما ما چون سفر عمره که داریم، سفر عمره به خاطر است که همین سفر عبادتی ما هم سفر عبادتی باشد، هم سفر زیارتی باشد، هم سفر سیاحی که الله سبحانه و تعالی میگه فسیروا فی الارض، یعنی در روی ارض بگردید. از ندیدن در دیدن خوبتر است. آدمی نادیده مفکوره تنگ دارد. آدمی که میبیند مفکورش وسیع میشود. هر یک کس یک چیزی همینجا میگیره برای خودش. یک دستاورد، یک بگیم تفکری همه انسان دیگه میکنه. چرا که ای پیش به چشم بدن خودت همون چیزا میبینی. باقی خداوند نگهبانتون باشه. هر کس یک فهمیشه، هر یک کس یک نظریه دارد. ما به خاطر انا همین بگیم دیدن با چشم خود با درخواستی که حجه کرده بودن همچون خودی می حجه ان شاء الله اومدیم همین کارا کردیم. سلام باش برادر عزیز. خیلی که گفتیم جهانبینی واسه شدن از گشتن است، از رفتن و دیدن و خوردن است. بسم الله. سلام علیکم. ماشاءالله. سلام علیکم دوستان عزیز. ببینید که چه خیلی میجوشه شیر من شتره یک کس میخپه و یک کس میجوشه. یعنی گرم این روز با گرم این چند هفته بخورم. انا برادرها شتره را دیدیم. این برادرمون خیلی تشکر زیاد که ما حاجی را با اوگشت گفتی گپو با روسیش بگیم اوگشت کنی آوردی شیر شتره اینا داریم راجون. ما به خدا قسم اومدن ده آرزو داشتم که در راه دیدم آرزو داشتم که یک رفیقی چی داشته باشم، عرب داشته باشم که شتر داشته باشم. انم خیلی بیام شیرش بخورم. برای شیر خوردن عرب در کار نبوده عوضی. یعنی شما که باشین ماشاءالله دیگه رفیق عرب هم در کار نیسته. اینا دوستان عزیز باز در اینجا دیگر شتر رو میبینیم. انا بهترین تازه ماشاءالله. انا حضرت دیدی تازه دام وقتی گرم شد. همه گرمی دوز میریزش میپومشه چی میگیری گرم میشه. گرم خوردن این چند تا باید چند کسلی دورو. اونا گریشت را. چند نمی جویا می. نه برادرها خیلی مشمیریم از میریم.
ماشاءالله ماشاءالله حاجدی بله یو کفکوار هم میزنه یو من بگی همیش خوردن من ماشاءالله یکی نمیباید نگیرید معلومه نه بگو وای روغانی چی هست بچکا نه در کرد نیست салом алейкум бародарони азиз ҳозир мо мебинем ки шири штира чӣ хел меполонанд яъне филтратсия мекунанд ва метиянем бародаре ки дар инҷа дестен ҳоҷиё машоаллоҳ чанд касе ки омадем ҳамамон як бор майда шудку калонша нагирифтку азрат мада калон гир шифа машааллах бисмилла خوش روغن داره اگر بریز روغن نه الف کی масла الف کی масла حاجی بیا سامبول تیوی بعدو خوشش نماسلا خوش نمیکنی سامبول تیوی شب گیره ماشاءالله هم مکاسب بعد یاجا مبادریم رحمان الرحیم جزاکالله خیرا برای خدمتاتون بسم الله الرحمن الرحیم ما در حیات یکم برای خودستم بردارین عزیز شریشته نام اخری چی؟ بهترین کو چخیل در کویسه حضرت کو یا بردار بودا تو یک تلمون با آدمو چرا میوارد الذي متكسر الشوك كان بدي امر بقبو جاي من اینا بانگارو یو مایده گرفتم من کلان گرفتم به خاطری که اسمی نوگت نفس نکن فقط می شود که انا خودش قدر نه قدر برای بعضی آدم نفس نکش نه کنه بودورا وقتی که خودتون میخورین بعد میفهمین که مزه شیر شتر چگونه است ماشاءالله اینا برادر از میگه ایشو بگار که اینا خاف شد اینا دبرید شوخه نام پاشه باز بمیره بعضی آدم در یک گرم فایده میکنه براوله فقط برای حجیه یکاترینبورگ برای 14 شلیا ماشاءالله انا شیرینر مزاش چخیل ده که کامنتاریته ماشاءالله یکی نفس نکشه نفس نکشه اینا کمامه کم نکرشید نکنید حاجی مزاش چخیل ده الحمدلله بهترین چیزه بچه چی بنامه؟ آدم‌ها چیزی بخش بعضی هم میگن که هم خیلی دواش بگیری برای ضد گپاتیتیس C بوده گپاتیتیس C را میبره اگر نمود دوای خیلی وجود نداره گپاتیتیس را باید برام که به هر حال اینا سرجنبی مسئله که نمیچیان کو السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام عليم ايوه دار يحيى هذا هو مين هذا قريب انا صور ممكن برای تثبيت هذه الاخوال في دواء في شفاء شوف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشرب من البانها وابوالها شفاء علاج في مغاز في شيء
كل شيء يشيل، ما إذا خربان كل شيء يشيل، نظاف بطن. همین فقط میاد قولی رو میگه که حدیثی که ما پیش ماشاءالله میگه واقعا هم یک چند احادیث گفتن که ضعیفن مخزوبن حدیث وجود دارن که دیگه محدثین روایت میکنن ولی در صحیح بخاری به سند صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلام برای شفای همین آب باشی شیر شتر هست. به هر حال برای ما عمره آمدگیم زیارت کنندگان همچنین یک سیاحت به همین جا آمدیم. أنت أخ من أين؟ من أين اسمك إيش؟ أنا اسمي جمعة فتح الله من السودان. من السودان. بقولش كي ممكن. الدين حجاج نحن مجموعة. أي تشوش. حياكم الله. بقول أي تشوش ممكن فضل شيء. مفهومش؟ ايش يقول هو ايش يقول؟ هو بنفسه هو يبغى يشرب من هنا من نفس من ناقة. لا هذا خطير بعدين نترك كذا بعدين مشكلة. قصص دولار برای شباب باید بگیری هم خرچش کنی. فیلتراتش کنی. فیلتراتش کنی بعد بخری شو. ماشاءالله. حضرت کامنتارتون چخیله وضعیتون چخیله سوزه؟ خیال میکنیم که 18 ساله شدی. این نمیوکو برای چیه؟ نمیوکو را گازده نمیوکو دودم چه یاش حس میکنم که نو همین مکتب تموم کرد نه مکتب تموم کرد نمیوکو خود داشته حضرت برای چی خوردن نتونستی؟ بس کامنتاره میبینم که خیلی قین است خوردنش اینه که با وسونی خوردی. سبب در چی بود؟ سببش همینه که باید با دهان نفس نکشه بعد خوردن. تمام کاری باید بنید خطی. یک کمتر بوی نخشی داره. ممکن که دل بهازور شده. بعضی آدما. زنده باش، سلامت باش. نفس همین خرید دهان ترس میکنیم. ما خیلی که ما میدونیم برادر خود چندین باره باشه کم دوم یا که زیاده شما در اینجا اومده شیر میخورین ها شیر همیشه طوره خودتون چه حس میکنید در وقت شیر خوردن یا که در وقت مثلا طاقت کم ممکن سلامت باش تشکر زیاد انا برادران عزیز باز یک کوسه دیگه گرفتن آوردم باز کدامی که خودش مانده انشالله که من شما را نمیدم ما یک تا زدم یک تا کلون زدم ماشالله بسم الله من کلون خوردم ایده نخوردم با ما چیکار بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز خیلی که شما دیده اید این الکه دوم باره بعضی آدما از این کوسه میده استفاده بردن اما ما با یک همچون شیر میگن شیر است شیر جنگل حیوان شیر نر همین یک کوسه زدم خواهید بتوره تو این کوسه چو اگر که کمی خورم شاید که ممکن شیر نمیشم کوسه کلون خورم بسم الله یا بور دیگه با پرش میکنیم ها چند خیمی خورد ماشاءالله بیا خواهی ایما بود واسه کنم بیا که برس چوت چوت ملا میسا ملا چوت چوت اوکی میسا ملا هندلا ای هنجو که من سبحان الله عبی دا چیستی بیا هندلا این همیش باسه این همیش باسه این هم تا یک تا باسه یک تا باسه رفتیم کت جابریم رفتیم اینا برادر بیجا جورای ما رفتیم آناز میریم جورای جاناز میریم اونجا میبینیم از با برای ما عدل نه شیر میگیره که من خودم نوار برداری میکنم و با شما نشون میدم همین وقتی در اومدیم از تاروش نباشین که همه شترو قدر آدمگری ندارن یا آدمگری که وحشیت ندارن سران احتیاط کن خوبه انا دوستان عزیز شاید که این در بین یا گشتن یک حیوان حشرات کون حلقت میکفه رفتی کجا رفتی از اینجا اوجا رفتی دوستان عزیز دومش مسئول کرده رفتم هدیا هیچی با اوجا هسته
Huca hasta. Kılcıma. Halcıma. Raftem اینجا کراچی. بعد باشون چطور؟ ایده یک چم. تر ها کبیر. کبیری کاغون نشه. Finish. جای چی موندگی نیستش. ترچورا تماشا کنیم. ماشاءالله. دوستان عزیز. اگه توکلش به خدا ما قطعا درآمده استم که ما میزنم نمیدونم اینا درآمده استم قطعا یاباش اینا برادر زنده باشین شیرینر اوکی enough برادران عزیز یک بار دیگه به شما میگیم که ما همچون سیاح در اینجا اشتراک داریم همچون سیاح یعنی توریست در عمره فکر میکنم که بهترین انشالله این سفر ما سفر زیارتی بود باز بهترین شد همراهی من این برادرمون که معلومات پوره را با طرز درستش برای ما و شما پیشنهاد کرد گفت انا اگر من خودی من میبود با تحت لفظی هر اون چیزی که من میدیدم مقصد شتر سفید است زرد است همین چیزا به شما میگفتم تمام چیزی که استادمون برادرمون معلومات داد حدیث آورد که شیر شفا بخش است الله سبحانه و تعالی هم حتی میتونه ذکر نام ایبیل در ایبیل یا نقه یا جمال در کلمبولای خودش وردگه فلا ینظرون الى الایبیل کیف خلقت در هم یک چیوی داره به خودش حکمت‌های داره این آیات بعضی این که با تفسیر آیات با قول رسول صلی الله علیه و سلم برای همینم اما ما چون سفر عمره که داریم سفر عمره به خاطر است که همین سفر عبادتی ما هم سفر عبادتی باشد هم سفر زیارتی باشد هم سفر سیاحی که الله سبحانه و تعالی میگه فسیروا فی الارض یعنی در روی ارض بگردید از ندیدن تا دیدن خوبتر است آدمی نادیده مفکوره تنگ دارد آدمی که میبیند مفکورش وسیع میشود هر یک کس یک چیزی همینجا میگیره برای خودش یک دستاورد یک بگیم تفکری همه انسان دیگه میکنه چرا که ای پیش به چشم بدن خودت همون چیزا میبینی باقی خداوند نگهبانتون باشه هر کس یک فهمیشه هر یک کس یک نظریه دارد ما به خاطر انا همین بگیم دیدن با چشم خود با درخواستی که حجه کرده بودن همچون خودیم حجه انشاءالله اومده همین کارا کردیم سلام باش برادر عزیز خیلی که گفتیم جهانبینی واسه شدن از گشتن است از رفتن و دیدن و خوردن است عزیز ما بعد از خوردن با هر کدام اینها تشکر زیاد گفتیم رحمت گفتیم عذاب کشیدن مثال برای ما شیر دوشیدن شیر آوردن فیلترات کردن ماشاءالله سلام علیکم تشریش زیاد کشیدن با همون خاطر برادران عزیز ما برای همین تشکر زیاد گفتیم مینداری خود رو بیان کردیم انشالله که با پیش خدا راضی باشد میریم اکا این هم واشینچه مرسدس خونده مرسدس نیسته؟ مرسدس ها خشو میره ماشالله بهتر مال مکه میریم با هم تری جا میریم انشالله نه فهمیدیم شما چی خیلی سنبوی قطعا میگیرین انشالله